توپ رو گرفتن نمیدن تماشاچی‌ها. موفق شدیم. سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ بالاخره اون روز موعود رسید. نیوکمپ بعد از 2 سال و خورده‌ای قرار امروز افتتاح بشه و ما هم به این افتتاحیه دعوت شدیم، البته از طرف شرکت وزیرجان. بعد تازه به صورت VIP. بله به صورت VIP دعوت شدیم و دیگه فکر کنم که هیجان داریم بریم ببینیم چی شده، چه اتفاقی افتاده بعد 2 سال و نیم بازسازی تو نیوکمپ، چه اتفاقی افتاده. قرار امروز تیم بیاد یه جلسه تمرینی رو برای افتتاحیه انجام بده. خلاصه با ما همراه باشین که ببینیم این نیوکمپ جدید چه شکلی و چه تغییراتی کرده و بعد دیگه فکر می‌کنیم اونقدر به بازیکن نزدیک بشیم بتونیم یه امضا ازشون بگیریم. ممکنه تو بخش VIP از این خبرها باشه. همراه ما باشین که ببینیم آخر میتونیم اون امضا رو بگیریم از این بازیکن‌ها و اینکه نیوکمپ جدید رو بهتون نشون بدم. بزن بریم. اکسس عمومی شلوغ‌تره، این یکی اکسس VIP شه. بریم ببینیم چه خبره این تو. آقا ما داشتیم میامدیم دم در، خلاصه VIP هم باشی گیر دادم به این دوربین ما. فکر کنم یارو داتی بود نمیفهمید چیه. میگه پروفشناله چی، حالا این دوربین کوچوله اینقدر کلا. خلاصه یکم اصلا ما رو خورد کرد دم در، اما یه رفتم و برگشتم دوربینه رو گذاشتم تو جیبم، اصلا نگاه نکردم اومدم تو. خلاصه اینجا گیر میکنین زود چی میگن تسلیم نشید. مخصوصا اینا برخلاف این چیزی که فکر می‌کنید بهشون باید اصرار کنید یعنی باید بگید که من دارم درست میگم، هیچ وقت تسلیم حرفشون نشید. من همونجا بارمی گفتم، البته خودش هم میدونست، گفتم گوش نده به حرفشون باید اصرار کنی، باید بگی که این مشکلی و ایرادی نداره. فکر کنم از سیبیلا هم ترسیده بود. فکر کردم آقا این راستی تیپ جدید چجوریه، باحاله یا نه؟ خودم خورده آیکونیک بشه با قول بچه‌ها، از هالووین همینجوری گذاشتیم باشه. آقا این حرفا رو زدیم اما شما رو با این صحنه تنها میذاره. بوی چی احساس میکنی عزیز؟ بوی چمن نو. بوی چمن نو میاد. بوی نوی میاد. ما اون جلوی مثلا قشنگ اون جلوی. بزن ببینیم کجای جمعون. آقا واقعا جاتون خالیه، یعنی این لحظات واسه همه تو آرزو میکنم. یکم بالای ساخته نشده، اون ابهت نیوکمپ قدیمو نداره، اما علاوه‌اش همونه. مثلا فوتبال باید اینجوری باشه تا صندلیات نزدیک زمین باشه. اون ورزشگاه المپیک رو 1-2 بار ما رفتیم فوتبال دیدیم، اصلا حال نمیداد. نه که زمین المپیکی بوده، دورش دو میدانی و اینا داره، خیلی فاصله داره. اما حال هوای فوتبال اینجاست، مخصوصا وقتی که تماشاچی‌ها بهتر کنن یک ال کلاسیکو خفن هم مثلا باشه، چی میشه دیگه. همچین بوی تازگی همه چیز داره میاد اینجا. همراه من باشین تا بریم بقیه هم ببینیم. منتظریم که بازیکن‌ها بیان برای تمرین و اینا. دیگه الان از ساعت 9:30 باز شده، اما شروع ساعت 11. حالا ما هستیم دور میزنیم این ور اون ور رو. همراه ما باشین. دیگه این ویدیو یکی از بهترین ویدیوهایی که دارم میگم امروز هم یکی از خفن ترین روزهاست که واقعا خوشحالم. یعنی این افتتاحیه نیوکمپ شاید فقط یک بار در زندگی آدم اتفاق بیفته. خلاصه جای همتون خالیه. من به نمایندگی از همه شما چی میگن نایب الزیارم تو این کعبه عشق فوتبالی. همراه من باشین.
آقا جای ما این جلوه عجب شد فوتبال رو باید بیا اینجا ببینه آدم. من این جلو هم میتونم همه از نزدیک ببینم. Dal Futbol Club Barcelona i la seva fundació. Si calculés, Lluís Amorgol, les calceres blaugranes. Pedro González amb el dorsal número 9 amb el número 10 a l'esquena coneix Lamine amb el número 11 Rafael Díaz. این قسمت چیز صندلی بازیکناست، ورودیشون اصلا اینجا. منم با این بچه‌ها اینجا وایسادم، هیجان دارم، منتظرم که بازیکن‌ها بیان تو. با این کت کولرم یک ماچو بوسی کردیم، عکسشو گرفتم میذارم واسه. الان هم دارن دروازه ها اینا رو میچینن که توپارم آوردن، دروازه کوچیک‌ها آوردن، دارن آماده میکنن برای تمرین. نگارا این همه اومدن اینجا وایسادن دیگه، کم کم نزدیکه که بازیکن‌ها بیان. ما هم جلو وایسادیم. همه دیگه آماده ورود بازیکن‌ها در نیو کمپ جدید واسه اولین بار. زمین هم آماده، چراغا هم روشن، پرچم هم افراشته. این پدری و رافینیا و اینا رفتن، فکر کنم اینا مصدومن، تو تمرین شرکت نمیکنن.
این جلو نشستن دیگه یه لذت دیگه ای داره. خیلی من دیگه اگه بخوام بگم نیو کمپ همین وی آی پی رو میخوام بگم. دیگه من اونجاها نمیشینم دیگه، میدونی اینجا میخوام. این اصلا انگار چیزی مثلا سینمای سه‌بعدی نشستی اینقدر نزدیک و جلوی زمین بومتون بازی. الان خط یک چیزیم دیگه، نگاه این چسبیدیم به زمین قشنگ دقیقه. یعنی همچین لحظاتی و واسه همه آرزو دارم تجربهش کنم. دقیقاً خیلی خفنه. فکر کنم فقط یک بارم تو عمر آدم اتفاق بیفته، افتتاحیه نیو کمپ این خط جلوی زمین و اینا باشه. دیگه ما توی این شانس داشتیم که توی افتتاحیه نیو کمپ توی خط یک کنار زمین تو قسمت وی آی پی بشیم. من بعد اون مدیر عامل شرکت یک ماچی بکنم مخصوص. دیگه شرکت که خفن باشه، جایی هم که در نظر میگیره و قرار ایونت هایی هم که بره خفنه دیگه. خیلی عالی، خفن. خلاصه جاتون خالی، همراه ما باشین. این جلوتر از من چیزن دیگه، این سکیوریتی های اینجا دیگه. آی فیلم بردار اینجا. یه حالا ببینیم تمرینشون چطوره، یک نظری بدیم. اون چیزا رفتم بود، رافینیا و پدری نرفتن تو، نمیدونم چرا. من فکر کنم چون مصدومن تو تمرین نیستن، اما بقیه همه هستن. یامال که بود و ترشتگن و چیزی اونجا داره سیگار میکشه. نه بابا شوخی اونا دروازه با اونجا واسه داره میکشه، کش بازی میکنه اونجا. بزنیم با این دوربین بگیرم که دیده شه، یکم زوم کنیم. نگاه به میگن تیکی تاکا. دارم نظارت میکنم به این تمرین بازی کنم. یه چیزی نمیدونم آدم تو تلویزیون میبینه و اینا، یا مثلا از بالا ورزشگاه میبینه فکر کنی ورزشکارا فوتبالیستا اینا خیلی درشت و گنده تر و قد بلندتر، اما از نزدیک میبینی ابعاد کوچیک‌تر کلا. این لواندوفسکی و فرمین و اینا همه این نزدیکه. بچه‌ها فکر کنین بشه از یکیشون امضا گرفتیم پیرنا. اینا توپو گرفتن نمیدن تماشاچی‌ها. این تماشاچی‌ها هرچی توپ میافته جیمی جان
موفق شدیم. امضا رو گرفتم. لواندوفسکی، فرمین، کورباسی، رونی. امضاهاشون همه رو گرفتم. الان آرمین اما له شدم. له. این لباست کلی ارزش داره. اینو کلکسیونه. برای قابش کنم. آره دیگه اینا باید قاب بشه. آره. فکر من نزدیک‌تر بیام فیلم بگیرم. آره. زانوام شکست اونجا، فشارم دادن. خیلی شلوغ بود. آره. اما چی؟ مأموریت انجام شد. مأموریت غیر ممکن انجام شد. بشه پس. اون بچه کوچولوها جیمی جامپر رو مباردن یک تحویل ننه باباشون دادن. می‌ذارم تو کیفم. اما چیز بود اونجا، این جیمی جامپی بی نتیجه هم نیست. چیه بگیرم؟ این لباس مرزی هم چی امضا نتونسته. من اصلا رفتم خالی داشتم برگشت. خفه می شدم اونجا. آره. دیگه اینجوری بده به چرخونم. له شد. چند تا عکسم اون بچه جلو بودن موبایل رو میدادن به این فوتبالیستا، بعد اونا سلفی عکس میگرفتن. اینا نمیدونم توش هستم یا نه. من الان باید برم نگاه کنم. این بود آخرین ویدیو واسه تو. خلاصه خیلی باحال بود. تجربه اصلا غیر قابل باوری بود. خیلی دوست داشتم مثلا این افتتاحیه بتونیم بیایم دیگه. خلاصه نصیبمون شد. امیدوارم هر چی که دوست دارین خدا بهتون بده. طرف کنم. تجربه خیلی باحالی بود. بهش رسیدیم، کلی کیف کردیم. امیدوارم شما هم از این ویدیو لذت برده باشیم و ما همراه بودیم دیگه. اینکه امیدوارم کلی توی نیوکمپ جدید ببره وارسا. یادتون نره اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین دیگه، سابسکرایب هم حتما میزنین که ویدیوهای بعدی از دست ندین، چون قرار در آینده بازم میایم فوتبال‌ها رو ببینیم. غیر از اون جای مختلف هم میچرخیم و تو بارسلونا و اینا. دمتون گرم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی هم خداحافظ.